کلون مراقبت از نگاه. قرار این چشا برای امام حسین گریه کنه. اوضاع جامعه خوب نیست. ایرادی نداره. ایراد داره. برای تو ایرادی نداره. چشتو ببر. بگو من کله گرفتم برای امام حسین، میخوام نگاه به تو کنم. نه، من میخوام به امام زمان نگاه کنم. رو تو برگرد. بریم به این سمت که آدم بشیم. هر 40 روز نذر میکنیم یه گناه ترک میکنیم. 40 روز نذر به خدا اثر گذاره. جوونا ما گناه میکنیم، نامه رو دست مهدی میدن. دریچه بینایی و چشم مهمترین کانال ورودی ما هستش که از بیرون وارد میشه اطلاعات. خیلی از اعضا رو اگر نداشته باشه راحت‌تر از این هستش که چشم نداشته باشه، راحت‌تر از این هستش که نابینا باشه. بینایی خیلی اطلاعات رو از بیرون دریافت میکنه و خب طبیعتاً وقتی با چشم آدم با بیرون مرتبط میشه تأثیر پذیریش هم خیلی زیاده. نگاه و خب طبیعتاً وقتی با چشم آدم با بیرون مرتبط میشه تأثیر پذیریش هم خیلی زیاده. نگاه